قضاوت دیدار آقای سید وحید کاظمی به همراه آقایان علیرضا ایدروم کمک اول ایشون و علیرضا منبینی کمک دوم ایشون بر عهده دارن. داور چهارم هم آقای محمد علی صالحیه. دلتنگ شده بودیم برای رقابت‌های لیگ برتر ایران. هواداران تیم‌های پرطرفدار همانند پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و همین فجر شهید سپاسی که از تیم‌های ریشه‌دار و پرطرفدار در شهر شیراز. اینجا دروازه پرسپولیس باز میشه. گل اول و تیم میهمان موفق میشه به ثمر برسونه روی قفلت مدافعان پرسپولیس. حسین شهابی بود که اینجا توپگیری کرد بین دو مدافع. دفع ناقص مدافعان اونجا کنانی زادگان و سهیل صحرایی با هم دیگه تعارف کردن و فرصت طلبی حسین شهابی که موفق شد دروازه پرسپولیس رو باز بکنه. پرتاب بلند به محوطه جریمه، موقعیت برای پرسپولیس. توپ برگشتی، رفیعی نتونست کنترل خوبی رو داشته باشه. براجه باز هم سانت به روی دروازه، این ضربه سر، موقعیت برای پرسپولیس. خطرناک توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. باز هم برای فرشاد احمدزاده، یه پاس رو به جلو حوالی محوطه جریمه. موقعیت برای قرمز پوشان. مارکو باکیچ گارد شوتو گرفت ولی این کار انجام نداد. آورد به سمت راست، سانت روی دروازه، فرصت برای پرسپولیس. باز هم ضربه سر بازیکنان این تیم و این بار علیپور از بالای دروازه به بیرون میره. در نیمه زمین فجر سپاسی بازی مالکانشون رو دارن ادامه میدن. آلیشا به حرکت در اومده، از یه بازیکن رد میشه. پاس کوتاهش برای علیپور، در برگشت خود امید آلیشا سر توپ میزنه روی پای چپ. سانتش به روی دروازه، موقعیت برای پرسپولیس. رها کردن و بیرون از محوطه جریمه کماکان. مالک توپ هستن. این ضربه پای چپ با برخورد مدافعان پیش رو به بیرون از زمین میده. صحرایی، سانت بلند به روی دروازه، این ضربه سر، موقعیت خطرناکه به روی دروازه فجر شهید سپاسی. عجب موقعیتی رو از دست دادن و توپی که خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. ضربه امین کاظمیان. 2-1 به نفع مصر. موقعیت برای فجر سپاسی در محوطه جریمه برای زدن گل دوم. این ضربه از زاویه بسته که کار سختی رو برای مهارش نداشت. سایر بازیکنان پرسپولیس موقع حمله باید اضافه بشن به بازیکنان تهاجمی تا بتونن گزینه پاس باشن برای هافبک‌های ارسال به روی دروازه. این ضربه سر در دهانه دروازه، فرصت برای پرسپولیس. برخورد دو بازیکن و توپی که در نهایت دور شد. سمت چپ دید فرشاد احمدزاده رو ولی توپ نرسید به این بازیکن. در مسیر توپ میثم مرادی قرار گرفته، توپ پس گرفتن. حالا بازیکنان فجر میرن که طراح حمله باشن به روی دروازه پرسپولیس. پاس بین مدافعا، موقعیت برای زدن گل دوم از دروازه بانم رد شده و ضربه به سمت دروازه. دروازه رو نجات میده سهیل صحرایی. بردن بازی به کانال میانی زمین با کیچ. منطقه بازی رو برد به سمت راست برای آلیشا. یه تغییر ماسی با ارسال روی پای راست به مقابل دروازه. فرصت برای علیپور، موقعیت برای امید آلیشا. این ضربه پای چپ که راهی کورنر شد. ضربه کورنر حساب روی دروازه. توپ برگشتی میتونه خطرناک باشه به روی دروازه فجر. اورونوف روی پای چپ، ضربه به سمت دروازه. باز هم کورنر برای پرسپولیس به دست میاد. به زمین پرسپولیس در حوالی محوطه جریمه بدن میذاره اونجا میلاد محمدی و پاس رو به عقب میده. رفیعی اشتباه میکنه، لو دادن توپ. موقعیت برای فجر سپاسی، این ضربه به سمت دروازه. بازم با خوششانسی دروازه پرسپولیس تو این صحنه ایمن میمونه. حرکت خوب پشت محوطه جریمه. اورونوف دریبل دو طرفش هم گرفت، سومی هم جا گذاشت. موقعیت برای اورونوف، سر توپ زده و همه رو به هم ریخته. پاس رو به عقب میده. باکی ضربه از راه دور، توپی که با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. مالکیت در اختیار زرتوشان فجر قرار گرفته. یه پاس بین مدافعان، فرار به سمت دروازه پرسپولیس. موقعیت برای زدن گل دوم تک به تک در محوطه جریمه. سیو موفق امیررضا رفیعی. کماکان موقعیت دارن بازیکنان فجر در محوطه جریمه پرسپولیس و این ضربه که با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت. با پاسای کوتاه توپ رو بین خودشون رد و بدل میکنن. خدابندلو در عرض برای میلاد با پای چپ، ضربه‌ای که
با برخورد به مدافعان جلو پای خودش میفته. باکیچ، خدابندلو، پاس کوتاه برای اورانوف، نگاهش به مقابل دروازه است، پاس در عرض میده، موقعیت برای شوتنی، ضربه فنی به سمت دروازه، گل برای پرسپولیس. بازگشت امکان پذیره. علیپور پاس خوب عقب در منطقه 14 زمین، تعویض‌هایی که جواب داد. اورانوف خوبی کاشتن برای علیپور بدون کار اضافه، با یه بغل پای درجه 1 توپ را به گوشه دروازه فجر سپاسی رسوند. نتیجه 1-1 مساوی. شاهدان وحید هاشمیان. اورانوف، پاس تو در بین مدافعان، موقعیت برای پرسپولیس، دفع ناقص، خدابندلو، شوت به سمت دروازه. کماکان توپ زیر پای بازیکنان قرمز پوشه. این سانت نرم به مقابل دروازه و این ضربه سر. عجب موقعیت ایدئالی رو برای زدن گل از دست میده. اینجا در سوتش میدم آقای سید وحید کاظمی پایان بازی رو اعلام میکنه. یه بازی جذاب و دیدنی رو دیدیم از سوی دو تیم پرسپولیس و فجر سپاسی که در نهایت با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید.